روز نهم روز عرفه هست، روزی که از عید قربان یک روز پیش به وادی عرفات میرید. در آنجا حضرت آدم و حوا همدیگر را وا خوردند. عرفه یعرفو، شناختن، وا خوردن، دانستن. خلاصه الحج علی عرفه، جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم که حج عرفه هست. کسی که اگر به عرفه نرود حجش باطل است، حجش بیکار است. یک قربانی شتر میکند و سال آینده بر ذمه‌اش فرض میشد که با آمده حج کند. حتی بیمارم اگر مطلقا در هوش خودش نباشدم، بیمار پر را از هوش رفته باشد، در بیمارخانه، در وزنی خانه باشدم، باید همین گونه و همراهی هواپیما یا ورتالیات ها بردارند به وادی عرفات برند. در وادی عرفات یعنی از خیمه بیمارخانه ها ساختند، بیمارها را میبرند و یگان کس با فلانی بیمار است، این معذور است گفته و یا را در مهمانخانه یا در شفاخانه ترک کرده نرود. او باید به حج را اگرچه نفهمدم، اگر کسی به وادی عرفات ندراید حجش باطل است. الحج والعرفه، حج عرفه است.